گوداریا رادیوی را تزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گودارین دلال رادیوی را تزه اند کارم ببین تو رو اینترنت بوی ناونی شانه مالپر را تزه نقطه کم ای رو شمی ده کانونیه گوداریا دنگو بسته نرتیه که بکن هفتیا بوری مقداری چند روزان شاندک سرکاتیا شورمندی آسای شهری کردستانی مسرور بارزانی لامریکایی بود. مسرور بارزانی داخلی که دا آرمانجا سردن وان بو آمریکا و هفدیتل و جوین وان گل برپرسین وی ولاتی دیار کرد که دخوازن هلوستا برپرسین وی ولاتی تایبتی در باری قناغ پشتی شهر دایشی دا بزانن اجبر که دیار پیش روزی دا افهر لابچه دمینن و باندور وانجی گلکه. مسرور بارزانی را گیاند که آرمانجا سردن شانداری کردستانی بو آمریکا هر واس پاس کردن سرکاتی آمریکایی سروان آلیکارین کو پیشکشی حریم کردستانی کرنه. مسرور بارزانی دازدانین که گل هجمارک شورمند که باندور وان هی جویانه و گوتوبیش کرنه و اف شورمند دان وان پشتراست کرنه که دی قناغ نول سر آلیکاری و پیشگیری حریم کردستانی و پیشمرگه بردوام به. پیشمی هشت کانون شورمند انجمن آسای شهری کردستان مسرور بارزانی نوین دا ویلیستون یا بولیکولین سر رفش روزلات نوین واشنگتن یا پایتخت آمریکای گوتارک پیشکش کرد. مسرور بارزانی گوتار خود بحث تکچکاندن دایشی کرد و را گیاند با تکبرنا دایشی پیوستی بولیکاری نو دولتی هیه. دبشه که دنیا گوتار خود شورمند انجمن آسای شهری کردستان دیار کرد. دما اوبیکی آتیه کو افشاشی ور سراست کرد. کد دما رکبتن سایکو سپیکو داد کرد و حتی نهاجی جوی دادن هر اجبار ویجی باوری ما اوکو جوکو نو دولتی رئیس الموافقه لما بگره موافقه خودی بخشی مالی بلی مروان رینه دانم ام وی موافق خوابیک بینن بارزانی روا بحث سرباز ارتش ترکیه کامپو باشی که ذکر او گفت ترکیه برمان جالی کاری کردن هیزن عراقی و هیز پیشمرگه هات باشی مسرور بارزانی روا گفت شنگال دوره کسانی نکو پکی بکار بته دا دستلاداری بکه و هم هیوی دکن پکی راضی به اوجه درکبه پیوسته خلق شنگال جی کاروبارین دورین خبری و ببن هر اجبرویجی هبونو پکی رفش آلوس کریه و هم هیوی دکن که هری داوین پکی راضی ببه و گره جین خواه و شنگالی بجی بیله نونری اوباما تفیمانی نو دولتی و دژیدایشی دا بریت مارک گیک پینجی کانونی سردن چپرین هیزا پیشمرگل دور خازری یا روزلاتا موسولی کرد. برپرسی هیزا پیشمرگل خازری عارف تیفورجی گوت مارک گیک جوان را گوتیه که آمریکا هرتم دی پشتوانی کرد و پیشمرگل به او دایا خویا کرن که افت دمی کردان تانی ناهیلن. برپرسی هیزا پیشمرگل خازری را گیاند. بریت مارک گیک لگل کوستولی آمریکایی الهولیری که نس کروسات خازری و سردن و سنگرین پیشمرگل کرد. هر وقت مارک گیر که دوی سرداری دا خلط خواهی تایبت پیشکشی هزا پیشمرگه کریه. سرکری کردستان مسعود بارزانی درباره بودجه عراقی یا بو سال 2017 و بریورین گریدای پیشمرگه دا داخلینیک دا او را گیاند. این که شیرت نامبرینا گل کردستانی دانه تا دمی آمده نابن پرزگریک خلق کردستانی وارن جارا سر کرن. سرکری کردستان مسعود بارزانی داخلینیک دا که پیشمی هشت کانونی هاتیه بلاف کرن هلوست خال سر بریورین گریدای هزین پیشمرگه دیاسای بودجه عراقی بو سال 2017 اشکره کرد. مسعود بارزانی را گیاند. بریور کو درق پیشمرگه دا هاتیه پسند کرن زلال نینه. بارزانی دیار کرد که مجارت چکرنا آریشین با بودجه پیشمرگه و حریم تشتکی نونینه این که شیرت نامبرینا گل کردستانی دانه تا دمی آمده نابن که پرزگریک خلق کردستانی جارا سر بکن. بارزانی هر و دخیا کرن که حکمت عراقی سال 2005 و آستنگی و پرزگریک از بودجه کردستانی را چید که جبرویجی افتشتن که نهاد قوم نونینن بودجه سال 2017 یا عراقی روز چهارشنبه عالی پارلمانتوی عراقی و هات اثبات کردن. دوی قانون بودجه داشت به حریم کردستان جیوا که سالن بری 17,000 هاتیه دیار کرد. افت چند جارن روجوای کردستانی بتایبتی الحریم جزیره آلا کردستانی دبه قربانی نکوکین سیاسی یند نابر ین کسی او پیده دا و سبکاتی سیمبول نتوی و آلا نتوی یا کردان تکرن که هری داوی روجا دوده کانون الباجاری آمودش علی هین کسان و هات شوتاندن. گلی کرد وی آلی وقت آلا خوا یا نتوی دبینن دهون ستران و هلبست السروی آلی هاتنه چکرن هزاران جوانین کرد بر وی آلی دخوین خودانه و شهید بونه وقت هر ملت کلوی دنیای کرد جب وی آلی هاتنه ناس کرن لیبلی اف آلا که کردش خوره وقت آلا نتوی دبینن اف بود چند جور کل روژوای راست دستیجیان او بریس کرنا بویته بویارا شویتاندن آلای رنگین باجاری آموده یه روژوای کردستانش آلی گرن پیده و دده ما یریش السر اوفیس اجوان اجتماعی کردی
سوریه دنگی که مزل نه 4% کردستانی ودا و سرو کریم کردستانی جی خو اف بیار شرمزار کرد گور اندامن پده که اس گروپک ناس آلای کردستانی یا سر نویزگاه ین کسی شویتان و گمان دکن که اف بیار جالی جوانن تفدمی و هات انجام دان سرو کریم کردستانی مسعود بارزانی سر پیامه که پشگری و سپاسیش بو خلق آمودی روجوای کردستانی شاند پیام خود سرو بارزانی دبیجر رس و سپاسی خو پیشکیش خلق برخادر یه باجاری آموده دکم که برگریا نشتی پرواری و هجاین گلی کردستانی نه دستخوشیل وان کرد که بسبر و برخادان وانو آلا کردستانی پراست او آلکو آلا خوین شهید و نشان پکواجیان و آشتیه سرو بارزانی دبردوامیان پیام خود جبو گلی آموده دبیجر از و پشتراز دکم کوریا نشتمان پرواری ری کردایتی بسرد کبه و شرمزاریش بوان که ساند مینه که آل کردستان دشاوتینن و گنج و لاوین کرد اسکنچه دکن و دیشینن و داوی اوی با جوان توانان بدن دست که کریز سوری و حتی ناب دهان جاران روجوای کردستانی یریشی سر آل کردستانی هاتیه کرن و سواکاتی پی هاتیه کرن لی بیارین هری دیار که برتکن جور به جور بخار آنین یریش هفته ماه کانون یا سال 2015 بجارو که گرکی لگیل سر مزنترین آل کردستان دروژه آلا نتوی کردان دا بو که هیزین آسایش روژواب آواشت دو توبیل آگر و مراندن دا یریشی آلا کردستانی کرن و آول آلا کردستانی رشاند بیریزیلن بری آلا کردستانی کل آموده و روژوای کردستانی هاتو بو نشاندان شالی پارتیم باکوری کردستانی واجی راستی بر تکانتین پارتیم باکوری کردستانی آمجه دکن که نای قبول کرن آلا کردستانی که نرق و رمزی همه کردن جیانی راستی هلوسته که واکریت وره سروکی پارتی هریم دموکراتیک یا دیار بکری زکی باران آمجه دکه که یریشلن بر آلا کردستانی نای قبول کرن و او باور دکن که او نای بیواته که همو ریبرین روژوای کردستانی دجی آلا کردستانی بند پارتین کردستانی دانزانین که برپرسیاری آسایش روژوای کردستانی جید یریشی دا هیه سروکی پارتیا ماف و آزادیان حکپاری دیار بکری وسیق غیرماند بیشه که اگر پیده و یه پیگی نخواستا او یریش چی نده بو اوی دازانین که اف کارش آلیپیکی که پیده و هاتیه کرن اف دمک دریجه که شخوا پیوتر تو کسی که و هزه که قبول ناکن کسی که آلا کردستانی بینه خوره و بشوتینه اف نکرده بلی یریش سر آلا کردستانی و شوتاندن اوی راستی برتکین تند و نرزیبونا کسیتین سیاسی چالاکوانان و اولاتین کردستانی هات سروکی گیشتی یه پارتی آزادی کردستانی پاک مصطفی ازجلیک تندی یریش دجی آلا کردستانی و شوتاندن اویل روژوای کردستانی شرمزار کرد و اف کردار وکه بریزی و توانک لمبرت کوشین و گلی کرد و شهیدین ریا رزگاری کردستانی بناف کرد شپارتین باکوری کردستانی سروکی حکپاری رفیق خارقوچ آمجه ویکی دکه که اف کریار نوی قبول کرن و آل نرخن نتویه و یریش سر آلا کردستانی شرمزار دکن رفیق خارقوچ دیار کرد که دمو بروف آلا خاقی در نکه دوزا کس و اف پارتیا نه دوزا ولاته کسین که وانتشتان دکن دوزا وان و درد وان نین کردانه اول سر نوی دولتین دوگر کار سر آخا کردستانی شرد دومینن اف بیاره که در کتیه هولیتش تکی راستینه بلا دو چورشی و زوردستی بردن جخواه کرد بسیدان سالان دبن زوردستی دانه بلا تکلین پارتی و ریخستن کردان چه ببن سیشمی شش کانون سریس بیدی ساگر بردان اوفیسا انجمن اجتماعی یا کرتل سوریه یا باجاری تربس و همو کلوپلین تده هاتن شوتاندن گوری دیمنین ویدیو ایدنو کلوپلین شوتی یل اوفیسا ینکی سیدا آلا کردستانی و لوگوین ینکی سیجی هنه باجاری تربس پی نزدیکی 20 کیلومتر از باجاری قاموشلو دوره اوش آلی ریبریا خسر و تی اداره کرد و آسایش باجر دستی تنی هیزین آسایش ریبریا خسر و یکی ناین پراستنان گلتایه اب یک دم که در روژه اینی یا در بازبوی دو کانون باجاری آموده روژوای کردستانی یریشی اوفیسا ینگسی هاتو بکرن و کلوپلین تده هاتو بونشکناندن هر و همان روژیل باجاری قاموش دویجی یریشی خوابشندانه که ینگسی هاتو بکرن و لگوری گوتنا برپرسین ینگسی آلیگرین پیده و هیزین آسایش قاموشلو لخوابشاندران دابون و بلین هوایی آویته بکد انجام دا 5 ولاتین سیویل بریندار ببون پیده درباره هر چار بیاران دا تا داخیانیک فرمی ندایه سرکومر عراق فؤاد معصوم یاسای دژی وگر باجار شنگالی و مخبوری بو سر کردستان امضا کرد روز هفته کانونی پارلمانتاری پارێزگایانی نووا احمد مدلول جربا رادیان که برینا داخوش پارلمانتی کربون که بروانی سینوری اداری یا باجار موسولی بکن و پارلمانتی جی روز 26 ایلون دا وک بریار پجراند
اوی پارلمانتاری درخواست کرده بو که سینور اداری یه پارسگی وگرش بو 19 آذر 2013 الگور وی درخواستی نوچین کردستانی وک مخمور شنگال و باشیک دوی چارچوی دا بند دستلاداری حکومت عراقی دا بمینن پشتی شاندن وی درخواستش بو سرکومر عراقی روز 4 کانونش عالی سرکومر عراقی فؤاد مسعود راضی بون خانی شانده و اف امضا کرد. سروکی پارلمانتوی ایرانی علی لاریچانی هفدین سرخوابونا هریم کردستانی وک لیستوک بناف کرد او بود دوی عراق یکگرتی و یک پرچه بمینه لی بریار داوی دی خلق عراقی بده. پیامنر تلویزیون کردستان 24 پارلمانتوی ایرانی درق سرخوابونا هریم کردستانی دا سروکی پارلمانتوی ایرانی علی لاریچانی پرسی روزنامه‌ای که 24 اف پرس لاریچانی کرد تی گوتن که هریم کردستان عراقی دی پشت شهر موسول سرخوابونی راگینه گلو نیرین و هلوستو ایرانی سروی که دی چبه لاریجانی و برسیوند ام دخوازن عراق یک گرتی و یک جاره بمینه اولیستو که کش آلی هنه کام و تیلیستنجی دی زیانی بده والتین دنجی لی بریار داوی دیش آلی خلق عراقی و ورداین اپراسیون موسولی بردوام او هیزن عراقی خواگیاند نتاخ موسیان یا رجلات باجر به کنترل کردن و تاخی اریا نوند باجاری موسولی جبو ارتش ودبه برپسین لشکری دبیجن کنترل کردن تاخ موسینای هجمار تاخی داتنه کنترل کردن دی ببن 20 تاخ ددمو پیوچونون د دایش اتومبیل بومبکری بکارتینه اتومبیل که بومبکری بری بگیجه آرمانجا خو شالین هیزن عراقی و هات تقاندن پشتی تقاندن و اتومبیل خلق تاخ موسینای بولین سپیش مال خود درکتن او خاص پارت ده هیزن ارتشی اپراسیون رزگار کردن موسولی روز دوشنبه هفته جوتمه 2016 و به بجداری هیزا پیشبرگه ارتش عراقی و به پشتوانی پیبانان و آمریکای دست بکر هر و پشت را چکدار نجدا شیبیج تاوی اپراسیون بوده ریخستن لیبورین و نودولتی را گیاند که باجارین باکوری کردستانی نزدیکی 500,000 کس جبر اپراسیون خداقان بزوری جی خواهتن درکرن. الگوری راپوری تیام اپراسیون دا جی 368 سیویلین بیچک و بگیشت 2306 کس جانی خوش دستانه. ریخستن لیبورین و نودولتی بولکشان سر رفش و مافین کسین که جی خواهتن درکرن و بانک ترکی کرده کش بو وگروان برجی خواب جی بکه. یکینان پراستنا سیویل چند نوچین آمد مردین الیه و شرنا خندق کلند بون او پشتال وان هریم و قدغای در کتنا در و هات بورا گیاندن او دنابر هیز نولکاری ترکیه و شروان یه پسی شهر دست بکره بو باجار شهری خندقان لی قومی ایون نافچین آمده سور لچه هنی هازرو فرقین دجله بسمل باگلار کایاپینار یعنی شهر و کاراس نافچین مردینی کربوران و دیریکا جای مازی نافچین شرناخ نووندا باجیر سلوپی جزیر و حساخ و هروا نافچه گمگم وارتو یا موشی و نافچه هزدو یاهیلی جی خندق خطبون کلاندن شهرداری نوچه چلی یه پارتی هریمان یا دموکراتیک سروت تونچ هاته گرتن ده چرچوه لی پرسینا سردوزگری کمری یا چولا میرگی دا 6 روز بریل دجی شهرداری چلی اپراسیون پیک هاته بو و شهردار سروت تونجی 98 کس هاته بون بنچف کرن هات زانین که شهرداری چلی سروت تونج بسبب اندام پیککی پشتی محکم کرنی هاته گرتن لی پرسین 7 کس اندن بردواند که شهرداری شمزینانی سفری الماجی هاته بو گرتن سروکی پارتیا گل یا کماری کمال کلچداروغلو دبیجل ترکی تنی یک پارتیه یک دکاره پرسا کردی چرا سر بکه FG JP کلچداروغلو چرچوه سردان خویا بو باجاری دیار بکری پرسین روزنامه‌وانان برسیوان و دازانین کش بو چرا سرکردن پرسا کردی وان حتی ناگل خبات و هولدان کرنه ترکی تنی پارتیا وان دکاره پرسا کردی چرا سر بکه کلچداروغلو سوز دکو گر اول سر دستلاداری دی نو 4 سالان دا پرسا کردی چرا سر بکه اویر و گفت که راپورین JP ین هاتن آمده کردن دکاره پرسا کردی چرا سر بکه پارتین سکاندیناوی این چپ وی سردان دمیتاش او یکسک داکی بکن. هات زانی که وی دمک نزدیک داشندکش پارتین چپ این سکاندیناوی بچن با ترکی او وی سردان هفسروکین گیشتی یه ندبی بکن او درباری رفشوان او سدم او گرتنوان او دادگه کرنوان او یک برفره راوستن. ترکیه سیاست لشکرین خود چرچوه اپراسیون جرابلوسی دا شاند سوریه. د چرچوه اپراسیون جرابلوسی دا اینی سیاست لشکرین ترکیه که بنگه وان باجاری دنیسلیه بریا ازمانی برمانجا بجداری اپراسیون جرابلوسی به بنش سوری هاتن شاندن. روز پیشمی 6 لشکرین ترکیه الباکوری البابی دنجام یریشی که دا بریندار ببون. ارتش ترکیه بیشتری تباخی و الباجاری جرابلوسی حتی البابی اپراسیونک برفره بریواد به دنجام وی اپراسیونی دا حتی 19 لشکرین ترکیه جانی خوش دست دانه و دهان لشکر جی بریندار بونه.
هفت کانونی ارتش سوری رگیان که توی نوچه حلب و کیونش علی هزین وان و هاتیه کنترل کردن به وی و ارتش جبو کنترل کردن رجلات باجر جی هری استراتژیک دست خست کنترل کردن حلب و کیون هزین دجبره رجلات باجر انیک گرنگ بندا کردن بو وی آوایی ده هزین دجبره رجلات باجر بکمن بندور بیچه هزین رژیمی بریو نه هزین دجبره سوری رگیان دبو که ابتا آوایش حلبی در ناکمن اف دخیانی جی پشتی ویکیات که دهات گوتن واشنگتن و مسکو واجی جبو وکشاندن چک دارین دجبره رجلات حلبی ناف گوتو بیشاندانه چفکانیه که رجلات حلبی رگیان جبریریشن برفره ارتش سوری هجمارین ولاتین سیویل یدن کشتن زده بویه الجوري همان تشافكونيون دي الساعة فتين در باسبوي دو رجلات علبي حسد بيست هايش كاس واتنا كشتن همان دامي هيزن دش براجي ناتشور من كش دونزده تخون فاكشن ارتش السوري رادجينا كاف كيميفو حفتي بينج سادي رجلات علبي كنترول كر كو هاري كيم دوست بينجي هزار سيفيل اللي دجين تاني حيش داي 9 كيلومتر بين كنترول دش براي دمايا روجا بونزدي مجداري ارتش السوري رجلات علبي داس بيريشة كبار فراكر اجبر في يكيب حصارون كاسين سيفيل جوانوف تشان رافيون باشك شراقي رافيون التاخن بن كنترول هزن ريجيمي وباشك جوانجي تشونا تاخن بن كنترول يبقى اف بينج مين تاخن رجلات علبي دبن دور بيجا هزن ريجيمي دويا لي تشطبول كيش افا كون هو هزن دجبراي وكباري برواني نوكن وخلق في باشا بوجير جبار ترسا يريشت نوتشي بجيت هيلن هزن حكومات السوريا ببشغريو هزن ازمانيين روسيا وميليسن شيين ايران عراق لبنان وافغانستاني باش داري اوبراسيون دبن بريانها مالبيرا ديلي مايل راجيون دبو كو 6000 چکدارین میلیس آلیکاری دادن هزن حکومتی گروپ اپوزیسیون چکدار حلبی دخواست آگربسته که 5 روزیا مروی کردن دکو 500 سیویل نخوش و بریدار جوان تاخان درکبن وزارت دربیا سوریه جی دخینی که تا گوت افقات رازی نابن تا آگربسته که حلبی پیک بینن رژیم سوری 5 روز بریوی دست دانیر سر توایات تاخن حلبا کم که بویه که بیتر 3 چاریکین رجلات حلب دکبل دستی رژیم سوریه دا جالی خواه بردر که کرملی دمیتری پیسکوف روزنامه‌وان راگیان که رکفتن دنابر آمریکا و روسیه دا هی درباری کتنا چکدارین اپوزیسیون شلبی لی حتی نات دانستاندن دست پی نکریه اپوزیسیون چکدار جد بجب دست تاقی رجلات حلبی برنادن و جی در ناکبن شیورمندن کاری مروایی یا نتوان یک بوی با سوریه یان ایگلاند پیشمی بانک آمریکا و روسیه کرد که بولایی و گاستون سیویلان شلبی پیک بینن و حشیار کرد که 150,000 کسین کل حلبینه رو بری مرنینه و دوی آلیکاری جوان واره شاندن یان ایگلاند رخنه که هولین تکچوی ین بری کرد و گود که پلانین آلیکاری یه 5 هفته این بوری تو اندام در نخست نها دور آمریکا و روسیه که گیاندن آلیکاریش حلبی را کوریدوری بکن دولت اندام که دوی آلیکاری ما بکن سرگیاندن آلیکاری و سربیارین کل سوریه دخوام گلک شف دورن ایگیلان دازانین که کار دستین روسی سوزان وان که وگاستن و سیویلان وان را گوتو بیش بکن لی او نما قالا سکناندن شر بکن وزیر درویه آمریکا جون کیری گوت که پشتی هفدیدن الگل سرگی لاوروف هامبورگی افیوی داره که هفدکارن بگین ریکفتنه که لی او هینجی بندهن نیرین و پیشنیارانه سروکی سوری بشار اسد که هزین ویل حلبی نزیتک برنا هزین اپوزیسیونینه سوزا دومادن شر حتی که آلوزیا سوری یکو 5 سالان توایی بقده اسد افگوتن پیشمی تفیوین روزنامه الوطنی یا دولت دکر روزه کی پشتی که ارتش سوری یا پپشگری روسی 3-4 پارین حلبا کم خست من کنترل خواه اسد دیار کرد که سرکفتن الحلبی نایبی و تای که شر بداوی بویه لی افش بو داوی کرنا شر گاوه که گرنگه سروکی سوری هروا ایدی سر لفکرنا بچکدارین اپوزیسیونی را جی رد کرد هزین اپوزیسیونیش بکو سیویلش قادین جیانی بسلامتی در کبن اگر بسته که 5 روزان پیش نیاز دکن و سوزنی خوش کرنا پیش روز حلبی دادن اگر که دخواست وان وره پجراندن وزیر کار درویه روسی سرگئی لاوروف پیشمی گفت که حکومت سوری الحلبی همه اپراسیون خواهی لشکری سکناندنه لاوروف هر دیار کرد که پاسپورت لشکری آمریکی و روسی دی روز شامی بجون اوجبو پیش روز سوری بریاره کی بدن پیمان کاتی دانین پاسپورت میین لشکری و دیپلمات ما جبو افکار داد کردن سری به دی روز شامی لژنیوری بجون لاوروف هر دخیان که دوی پیمانی را دی ارشل روزات حلبی چاره سر به و سیویل و چکدارین که دخوادن حلبی در کولجی و کاربن
کارندر کبن وزیر کارندر و یه آمریکا جون کیری پیشمی سری سبی گوته بکو اول سر ایدیون آگربست بروسیای را پیویه پشتی جوین بلاورو را کیری جی روزنامه‌ان را دیار کربو که افهین جی بند نیرین او پیشنیارانن لی سروکی سوری بشار اسد جی سری سبی گوته بو که حتی اولوزیو بردوام بقده دیلشکرین وی شر بکن دنگ و باسنجیانی الکانادای آلیکاری حکومت هر میدان 25,000 پناهبرین سوری ینلوی ولاتی بداوی بود. حکومت کانادای سوز داد بکش بو هیام ساله که ده هر می آلیکاری بده پناهبر ین سوری ینلوی ولاتی. حکومتش بو هر مالبته که میان $400 کانادی $1,071 آمریکی داد. دوی چارچوبای ده مالبتن که سالوان تجیب حکومت کانادای آلیکاری داد قط کرد. یکم 5,200 پناهبر هنگ دورین تورنتو هاتو بوم جیکرن جبو وی یکیجی آلیکاری بسروان داد هات بلاف کرن هات برین. بریار قط کردن آلیکارین مدرسی خزنا و سازین آلیکاری دا. مالبتن سوری ین بسپوسوری تایبت چن کانادای گوری قیدای نکارن آلیکاری مروی بستینن. ارتش سوری را گیاند روز سه‌شنبه بر ایوار اسرائیل بالفرخانه مزی یا لشکری تو باران کرد. دنجا میداد جی راکتان شواته که مزن رو دا لیتز رارین مروی پیک نهاتن. در باری ویریش دا آژانس فرمی یا نوچه انسان یکو سر رژیم سوریه دنوچه که دا را گیاند. اسرائیلش بو مورالا گروپین چکدار پشت تکچون آوان هلبی بلند بکه راکتان داویجه بالفرخانه مزی یا لشکری شامی. گور آژانس سان اف جی راکت لیکت نراستی شواته که مزن بو لیتز یانه که مروی نبود. دستی معبوری داشتی اسرائیلی یریشی نافچه سبورا یا در دورا شامی کربو و دو راکت آویتو بو و دوری. کوارت تایم یا امریکی سرکیل بجارت دونالد ترامپ و کسی سالی بجارت سدم آوایی کمپانی ویال بجارتنی و سرکفتن ویا دویل بجارتنی دا. تایم به دوامی دازانی کش بو رشبینان و ته سرکبون ترامپ لوشاندن نور بین نرخدار ین شهرستانیه و جربون سیاستی یاش عالی نژادی چین پرستی و دجبره کوچبرانه. اف بریارش بو من مرومت که اومنه وی پره ترامپش برنامه تودی اولد ان بی سی را گفت. لی ترامپ در رازیبون خال سر روبر تایمی را گیاند کنویسی بو ترامپ سروکی آمریکا پرچکریه من آمریکا پرچه نکرن افنها پرچکریدینه امی وان جاره کدن بگینن هف وی جنبیسی را گود دونالد ترامپ بیستیمه اچله سال 2017 و فرمیسون بخواه و دست سروکتی آمریکا بکه داریم عزیز و بو وشانا دنگو بحث نتی که شر چار پرچین کردستانی و کردن دیاسپورای هروا نوچه نانتوی جوره که دن هفتیاتی دیسال سروی ناو نشانی امی راستی هبین آمدکار او برا برنامه یا دنگو بحث نو یا رادیوی رتزه بیلاس ترکیه حتی یک شماتی بمینوت خوشی و سلامتیه دا